از میدون امام. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یوتیوب کانال ما SNTV. کسایی که تو یوتیوب میبینن بنویسن اگه دوست داشتن سفر ما به اصفهان با دوستان و از خود میدون امام 22 دقیقه تقریبا 25 دقیقه ویدیو گرفتم. کاملش رو نمیتونم بذارم چون که خیلی دیگه تراکمش بره بالا. در ویدیو بعدی میتونیم کاملش رو ببینین. امید که خوشتون بیاد و لایک سابسکرایب یادتون نره. مگه خودتون اسب ندارید خونه؟ باشه من سلفی بده. خیلی قدی ها. مال من درازتر میشه. بیا اونجا جلو بریم. عوض خیلی جای قشنگه. بنویسید زیر کامنت که کجاه. من بهتون بگم. تابلو نیست. اونایی که آمریکا زندگی میکنن نمیدونن کجاست که. میگن گردزه نیوزلنده. نیوکم. بچه‌ها داریم میریم سمت اسبا. چند تا گاو هم اونجا هستش. سوار میشیم. آفرین. بچه‌ها دیشب براتون شبم فیلم گرفتم، بعد صبحی هم میگیرم از نمای سیرسپول. بعد کسایی که دوست دارن بیان اینجا، خیلی جای قشنگیه. خواب داشت یه زمان اینجا بشن بستن و این خیلی قشنگ‌تر بود. اینجا پر از آب بود یه زمان. از اون ورش هم براتون میگیرم باز قشنگ‌تر ببینید که چجوریه. الان میرم بالا اون ور باز ببینید. سیرسپول خیلی جای قشنگه. کسایی که بخواد مسافرت بیان از اون بر بیان حتما اینجا. جای قشنگیه.
توصیف کنم مثل ربات حالا منتظره که چیزی شبش قشنگتره ولی خب شبا معمولا زیاد دید نداره بخاطر اینکه داخلش اینم یه نما از اون برش سلاممون نمای پشتیش از سمت 33 پل این بر جلوترم برم ویدیو بگیرم جلوترم میرم براتون ویدیو میگیرم تا ببینید حالا داخلش هم میرم ازتون براتون فیلم میگیرم اونجا ببینید از نزدیک بهتره دو طرفه براتون میگیرم تا ببینید قشنگ دو طرفشو
فقط لطف کنید ویدیوهای ما رو لایک کنید و سابسکرایب کنید، بعد زنگوله رو فشار بدید تا ویدیو قشنگی براتون بگیرم. اگه از ویدیوهای ما خوشتون میاد. بچه ها این هم ویدیو امروز من یادتون نره قشنگ ویدیو رو ببینید. آره اینم از این. حالا ببینیم چی میشه. مرحبا حبیبی. اینجا خونه تشت بندازم. ها؟ چی؟ قشنگ دیدیشه؟ میخوای عکس بگیری؟ سلام بچه ها، صبحتون بخیر. این هم یه صبحونه مشتی، نون سنگک، پنیر عسلی، پنیر گردویی، خامه عسلی. مهدی صبح بخیر اصفهان. کافشن چیز نیست؟ گرم بکنشه؟ نه بدنش خوبه سبا الان. اونم سیوس پول پای سرمون. من گردم. نه خانه با یه گوشه چشمی بندا بزانی نه یه گوشتم دوباره بشه پیدا ایوان یه نگاه تو رو میخوام تلا بلا لیلا
الان بچه‌ها داره میریم میدون امام. چرا گیرم من دارم با احساسم کجا بیرم اینطوری نبودم من اینطوری نبود خندم واسه تو از همه یهو دل کندم دل به دل را داره دیدی بهت هنوز جا داره این شهر یه زیبا داره که گیرشم من آواره دل به دل را داره هرچی میخوام چشما داره نمیگیره یه سر و هزار که صدا داره چقدر میتونی شیرین شی خوب بمونی بی هیچی دلبر کی بودی بهترین دنیا به حتم دل نشسته حتی با چشم بسته هیچکی به خودت نمیرسه تو هیچ جا چشمای رنگی خدا دادی قشنگی پس چه اصراری بال لحن جنگی دل به دل را داره دیدی قلبت هنوز جا داره این شهر یه زیبا داره که گیرشم منه آواره دل به دل را داره هرچی میخوام چشما داره آروم نمیگیره یه سر و هزار تا صدا داره دل به دل را داره دیدی قلبت هنوز جا داره این شهر یه زیبا داره که گیرشم منه آواره دل به دل را داره هرچی میخوام چشما داره آروم نمیگیره یه سر و هزار تا صدا داره علیرضا تلیزچی معین راهبر اینجاشو بوق بذار. سلام بچه‌ها، خیابون سمت میدون ما بسته بودن، ما ماشین اینجا پارک کردیم. خب ایناش شاهد باشید. خب ما با پا میریم. با پا میریم؟ با دست بریم. پس آقا پلیس میدونی چرا بستی؟ میدون خریده داریم میریم سمت میدون امام. پرسی چیه کن ببین چرا بسته؟ رچو سبزه. من اینکم سبز میبینه. بذار درت بذار. چیز نمیگه بریم بابا. چرا بسته است؟ خسته نباشی جناب سرمان. حاضر باش. بریم استک بگیرم. به اونجا لباس فروشی چجوری؟ من لباس نخریدم. معموله بود. یعنی دوربین بود. خب مثلا گپا چتی بود، گپا باخت جنگ کنی عکس میگیرن. خدا باشه. تو ایران راه دادم. تو ایران راه دادم. من دوربین دارم. او دوربین کوچولو داره، من دوربین بزرگ. ماشین بیا. کلت خورد؟ آه. راه رو باز کرد. دگیسا. بریم زیاد راه نیست، ولش کن. برو چی میخوای ببینی؟ مهدی میخواد عینک بخره؟ برو ببینم چه عینکی میخره. من خریدم 20 میلیون. 20 میلیون؟ من خریدم 150 یورو. من یه عینک 20 سانتی میخوام. خب برو 20 سنتی نداریم. برو
برو عینک بخر مهدی، اینقدر عینک من نگیر. نه اینجا خوب نیست، بیا مهدی، خیلی اینجا ارزونه. بیا حاله من رفتم دستی رو گیره و دیگه اصلا بیاین کلن خفت کنید من تا اونجا رفتم. خودم گفتی من مردم. اصلا بابا خب مردم، من که زنده سفیدم. حسافت من سری کشت. از این مسیا بگیر. اون چمدانه رو بگیر. چمدانه قدیمی. بکس. چمدان بکسی. چی بکسی؟ تمام لباسات تو شام میشه. مرسی. جام یوزارسیف. جام یوزارسیف. جام یوزارسیفه؟ این عینک برو. یکی بخر دو تا برای فلافله. وا نه اونش عینکا قشنگه است. این قشنگه این. دخترانه است. این دخترانه است؟ برو بیا. نمیخری؟ کیلوه. نه خیلی ارزون میره. یکی بخر دو تا ببر. خب یکی بخر تلگرام بخرم. سه صبح پاتینا با آدم ای بده. بوی چی ما؟ چربی کباب. بریم اینجا. بریم. باش تا اونجا سوپرمارکت زیاد است. نه خیلی دور سوپرمارکت نیست. خیلی مونده تا میدون؟ ببخشید. میدان ما کدام طرفه؟ با پا این وره فکر کنم میدون امام. میدون امام این وره؟ میدون امام. میدون شاه. میدون امام این وره؟ آقا میدون شاه کدوم وره؟ اون است. یکی باشم شو. حاج آقا برو جلو. میدون امام این وره؟ نقش جهان نور. میدون امام. نقش جهان چه ستون؟ میدون شاه یا میدون امام بالاخره؟ آقا جنگ نکنیم برامتون میرسه. مرسی آقا. شما مثلا من نمیشناسید. من نمیشناسید. آقا ببخشید میدون امام کدوم وره؟ اشتباه دارم میام؟ دیگه به تو ربطی نداره کدوم وره. دوست داشتم ازت بپرسم، از ریشت خوشم اومد. ببخشید. زنجی شرق بر موتورت؟ چقدر شلوغ است. چقدر نونوایی دو صبح دنبالش گشتیم ها. ببخشید. چقدر موتور. کثافت.
دارم میام راوندونه. ای بابا بریم. سوپرمارکت دیدیم بگیریم دیگه. الان چقدر نزدیک است. دقت کردید هیچ کی ماسک نزده؟ تو ایران کرونا رفته. کجا رفته؟ نمیدونم یه جا رفت دیگه. رفته سمت اردبیل. باشه از ایران رفته دیگه از ایران رفته. دو چرخه جایی دیگه گوشی برو اینک بگیر دیگه. نه اینجایم برو من همین جلوی هم برو سوپرمارکت دارم. کمال ترى بابا اسکن تشکر دوستان از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. در قسمت بعد انا ویدیو سوپرمارکت بریم. جالب‌تر انا میشه با ما همراه چیز بگیرم. همین چیز دیگه نه؟ لایک، سابسکرایب یادتون نره. بریم. تشکر از حمایتتان.